رئیس جمهور فرانسه در اواخر سال 1980 از دولت مصر برای تحقیقات روی مومیای فرعون را درخواست کرده بود. مومیایی آورده شده از مصر در مرکز تحقیقاتی فرانسه زیر نظر قرار گرفت. گروهی که برای تحقیق روی مومیایی آمده بودند از زمینشناسان، جراحان و زیستشناسان تشکیل می‌شدند. دانشمندی که بعدها مسلمان شد و مسئولیت تحقیق روی مومیای فرعون را داشت، پروفسور ماروس بوکائیله بود. دکتر بوکائیله زمانی که به تحقیق در نحوه مرگ این مومیایی می‌پرداخت، نیمه‌های شب به آخرین تحلیلش رسید. نمک‌هایی که روی بدنش باقی مانده بود نشانگر این بود که غرق شده و سریعاً از آب خارج شده و مومیایی شده است. مشخص بود که برای اینکه بدنش از بین نرود با عجله مومیایی شده است. اما ماروس بوکائیله در مقابل این سوال بی جواب ماند. این بدن نسبت به دیگر مومیایی‌ها با اینی که از دریا نیز خارج شده چطور ممکن است اینقدر سالم بماند؟ ماروس زمانی که به غرق شدن یا نشدن فرعون و یا اینی که پس از خارج شدن از آب سریعاً مومیایی شده یا نشده فکر می‌کرد. به نتایجی دست یافته بود. یکی از افراد مسلمان گروهی که با آنها کار می‌کرد گفت فرعون غرق شده است. ولی ماروس این حرف را باور نمی‌کرد، چون که او به علم باور داشت و میگفت چنین رازی فقط با علم قابل حل است. ولی این که راجع به چگونگی غرق شدن فرعون و حتی سالم ماندن بدنش در مومیایی در قرآن آمده بود، او را بسیار حیرت زده می‌کرد. زمانی که تحقیقات روی مومیایی پایان یافت، جسد با تابوتی شیشه‌ای به مصر برگردانده شد. بوکائیل نیز با سوال‌هایی که در ذهنش داشت به عربستان سعودی رفت. در کنفرانسی که در عربستان برگزار کرده بود، از تحقیقاتش راجع به جسد فرعون می‌گفت. در آن حین شخصی از افراد حاضر در کنفرانس آیه 92 سوره یونس را خواند. پس از آن ماروس بوکائیلیه با صدای بلند گفت: من به این قرآن ایمان آوردم و مسلمان شدم. و مسلمان شد. یکی از اتفاقات حیرت انگیز جسد این است که مومیایی نشده. برای مومیایی کردن بعضی از اندامهای داخلی بدن خارج می شده و یک سری مواد به آنها زده می شد و سپس مومیایی کردن انجام می شد. ولی روی این جسد هیچ کدام از این کارها انجام نشده و مومیایی صورت نگرفته است. با روش جدیدی به نام کربن 14 به 3000 ساله بودن جسد دست یافتند. قبل از اینی که این جسد مشهور شود، توسط بدیع‌الزمان سعید نورسی به طور قاطعانه مشخص شده که این جسد مربوط به فرعون دوره حضرت موسی می باشد. همچنین یکی از مفسران قرآن المالی الحامدی یازیر در راجع به آیه 92 سوره یونس این دیدگاه سعید نورسی را تایید کرد و مهم دانسته. دانشمند سوئیسی رابرت کنزی نیز مسلمان شدنش را اعلام کرد. دلیل مسلمان شدنش این بود که زمانی که از دوربین‌های کار گذاشته شده در وضوخانه‌های مسلمان‌ها و حاله سفید اطرافشان را دید، متوجه شد که مسلمانان پاکیزه ترین و سالم ترین قشری هستند که روی زمین زندگی می کنند. این دانشمند 63 ساله برای تحقیقی با دوربین‌های حرارتی از مسلمانانی که وضو می گرفتند فیلم می گرفت. این حاله ها 7 بخش بود. اولین حاله که متوجه آن شد رنگ قرمز بود که به انسان آرامش و امنیت می بخشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که وضو می گیرد گناههایش از بین جفت چشمها، جفت گوشها، جفت دستها و جفت پاهایش خارج می شود. پس از وضو زمانی که به عبادت می نشیند به صورت بخشیده شده می نشیند. بخشیده شدن به معنی در ایمن بودن است. رابرت کنزی این تحقیقش را در اروپا روی 50,000 نفر انجام داد. همه این 50,000 نفر این حاله و حرارت از بدنشان خارج شد. همچنین این روش برای تشخیص بیماری ها نیز استفاده می شده. در بخش های از بدن که این حاله را مشاهده نمی کرد، نشانگر این بیماری در آن قسمت بود. با خود می گفت که شاید عادی باشد. در برخی از افراد بعضی قسمت ها حرارت و یا حاله ندارد. تا اینی که از نیجریه یک بیمار برایش آمد و این نظرش را تغییر داد. در تمام بدن این شخص حرارت برابر بود. زمانی که به دنبال یک مترجم برای صحبت کردن با او بود، متوجه شد که به خوبی زبان انگلیسی را متوجه می شود و صحبت می کند. زمانی که فرد وضو می گرفت، پرسید که حاله ها در اطراف من دیده می شوند؟ و جواب بله بود. و سپس این گونه گفت که من بدون وضو هیچ جا نمی روم. چون که وضو مثل سپر برای مسلمانان است. به همین دلیل دانشمند رابرت خواست که خودش نیز جلوی این دوربین برود.
به طور ناقص و اشتباه وضو گرفته. حاله‌ها در همه جای بدنش برابر نبود. از یک مسلمان خواست تا وضو گرفتن را به طور صحیح به او بیاموزد و این بار حاله‌های همه جای بدنش به صورت برابر بود. این کار را روی افراد زیادی 37 بار تکرار کرد. حاله‌ها را در تمامی افراد ثبت کرد، در حالی که هیچ کدام از این اشخاص مسلمان نبودند. رابرت کنزی پس از این تحقیقاتش مسلمان شد. در سن 67 سالگی کل قرآن کریم را از بر کرد و به این دستگاهش نام ایمان سنج داد. به مریض‌هایی که مراجعه می‌کردند اسلام و وضو گرفتن را پیشنهاد می‌کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید امت من در روز قیامت از روی نور دست‌ها و پاهایشان عضوهای وضو شناخته می‌شوند. هر کس می‌خواهد این اتفاق برایش بیفتد به این کار ادامه دهد. اثر وضوء روی بدن به صورت حاله در اطراف بدن انسان می باشد. هرچقدر از خداوند برای اینی که ما را مسلمان آفریده شکر کنیم باز هم کم است. یک معجزه دیگر هم 14 قرن بعد کشف شد. یک موضوع بسیار مهم. بدن انسان همانند یک انبار عمل می کند که همه ناراحتی ها، خوشحالی ها و نشاط و غصه در آنها قرار می گیرد. چشم مانند یک دوربین بی توقف است. هر چیزی که می‌بیند را ضبط می‌کند، هر چیز مفید و مضر را ضبط می‌کند و همه دلهره‌ها را مثل کابوسی در خواب باز پخش می‌کند. رسول اکرم قبل از خواب ما را به استغفار امر کرده است. از نظر علمی زمانی که استغفار انجام می‌شود، زمانی که زبان به پشت دندان‌های بالایی می‌خورد، به غده هیپوفیز می‌خورد. غده هیپوفیز در بالای سر قرار دارد و مسئولیتش دور کردن فکر از بدیها، احساسات نفرت انگیز و ابهام و افکار پوچ است. افکار خوب را به انسان منتقل می کند. بدن را از اکسیدان ها پاک می کند. تمام بدن را با اکسیژن اشباع می کند. شیطان می گوید به عزت و جلالت قسم که بندگانت را گمراه خواهم کرد. خداوند متعال در جواب می فرماید به عزت و جلالم قسم وقتی آنها استغفار کردند من هم آنها را خواهم بخشید. باید همیشه استغفار کنیم تا خداوند ما را هم ببخشد. آمین. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این نمونه ویدیوها خوشتان میآید حتما این ویدیو رو لایک کرده و به دوستانتان به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.